پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سند دستوری به حساب می‌رود که سمت‌های کلیدی و افضلیت بنیاد رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و همکاری‌های بین‌المللی را معین می‌نماید. تاجیکستان در جدای گزارش بر رقمی‌کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی قدم‌های استوار گذاشته در 5 ساله من بعد جهت پیشبرد اقتصادی رقمی به سمت‌های تکمیل فوری زمینه‌های حقوقی و قبول سندهای دخلدار در سمت گزارش به اقتصاد رقمی تا به شبکه 5G انکشاف دادن اینفراساختور رقمی، رشد مرکزهای کارکرد معلومات، تأسیس مخزن مکمل ملی معلومات، رقمی‌کنونی پوره خدمت‌رسانی‌های دولتی و تشکیل مخزن‌های یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی، رشد سرمایه انسانی با راه آموزش و بازآموزی کادرها دایر به تکنولوژی‌های اطلاعاتی در داخل و خارج کشور و بلند برداشتن معرفت استفاده تکنولوژی رقمی، استفاده وسیع ذهن صنعی در پیشرفت خدمت‌رسانی‌ها و نظام بقایتگیری دولتی، اندیشیدن چاره‌ها در سمت تامین نمودن امنیت کیبری مخزن‌های معلومات، تشکیل دادن صاحبکاری رقمی و رشد سودای الکترونی دقت اولین درجه می‌دهد. با این مقصد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، عدلیه، مالیه، агентии инновация و تکنولوژی رقمی، بانک ملی، خدمات علاقه، گمرک، کمیته انداز و دیگر وزارت و اداره‌ها سپارش دادند که جهت فراهمسازی اساس‌های حقوقی و تشکیلی، تنظیم دولتی، مبلغ‌گذاری تشکیل اینفراساختور اقتصادی رقمی، اینچنین مناسبت‌های اشتراکچیان صاحبکاری رقمی و سودای الکترونی را تامین نمایند. جهت وسعت بخشیدن به روندهای اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانیت‌های تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که سال‌های 2025-2030 سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان کرده شوند. در این زمینه به وزارت عدلیه، رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی‌های نو، агентии инновация و تکنولوژی‌های رقمی و وزارت و اداره‌های دخلدار سپارش دادند که برای تصدیق نقشه مکمل پیوند اینوواسیا با استحصالات سند معیاری حقوقی دخلدار را به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند. همزمان با مقصد آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص، پیشوای ملت تاکید نمودند که در نظام تعلیمی مؤسسه‌های تمام زینه‌های عالی کسبی رویه آماده کردن برنامه‌سازان و دیگر اختصاص‌های ضروری برای رشد اقتصادی رقمی و برنامه‌سازی جاری کرده شود. در این روند مهیا نمودن شرایط بهترین برای تربیت کادرها، پیشنهاد نمودن امتیازهای گوناگون، هوسمندگردانی متخصصان سمت تکنولوژی‌های اطلاعاتی و بازآموزی در مؤسسه‌های پیشقدم خارجی ضرور دانسته می‌شود. در رابطه با این از جانب رهبر دولت پیشنهاد گردید که در زمینه دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینوواسیونی شهر کولاب دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی تأسیس داده شود. وزارت معارف و علم و агентии اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی دیگر وزارت و اداره‌های مربوطه وظیفه‌دار کرده شدند که در مهلت 4 ماه لایحه سندهای معیاری حقوقی ضروری را دایر به این مسئله تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند.